نسل امروز هزاره، ما مسئول آینده ایم. امروز نمیخوایم از دشمنانمان سخن بگوییم، نه از ظلم هایی که بر ما رفته، نه از تاریخ تلخی که بارها بر ما تکرار شده. امروز میخوایم از خودمان سخن بگوییم، از من، از تو و از مسئولیتی که بر دوش همه ماست. نسل آگاه و بیدار امروز هزاره، آیا تا به حال از خود پرسیده اید که فرزندان ما 100 سال بعد تاریخ امروز را چگونه خواهد خواند؟ آیا خواهند گفت آنان نسلی بودند که آینده را ساختند؟ یا خواهند گفت آنان نیز همچون نسل‌های پیش از خود فرصت‌ها را از دست دادند؟ ما سال‌هاست که قربانی ظلم، تعصب و نفرت بودیم. اما یک سوال از خودمان بپرسیم: آیا همیشه بهترین رفتار را با یکدیگر داشته ایم؟ چند انسان آگاه و مفید قوم را خاموش کرده ایم؟ چند انسان سالم و دلسوز قوم را تخریب کرده ایم؟ چند بار اختلاف‌های کوچک را از آینده بزرگ قوم خود مهمتر دانسته ایم؟ چند بار به خاطر منطقه، عقیده، حزب و تفاوت‌های کوچک میان خودمان دیوار ساخته ایم؟ نسل امروز هزار، اگر امروز سخنی میگویی که میان 2000 نفرت ایجاد میکند، تو نیز در ساختن آینده این قوم سهم داری. اگر امروز میان مردم خود تفرقه میندازی، تو نیز در برابر تاریخ مسئول هستی. میخواهم سخن را از قلبم بگویم. من دیگر اشک در چشمانم نمانده است. دیگر زبانم به تسلیت گفتن برای اعضای قومم نمیچرخد. دیگر هر بار که میشنوم جوانی از قومم قربانی شده، دلم نمیخواهد فقط بنویسم خداوند رحمتش کند. تسلیت درس میکنم روحش شاد باشد. تا کی؟ واقعا تا کی؟ تا کی فقط تسلیت بگوی؟ تا کی فقط عزادار باشیم؟ تا کی فقط قربانی باشیم؟ تا کی فقط تاریخ بالای ما تکرار شود یا بگذاریم تاریخ بالای ما تکرار شود؟ آیا فرزندان ما نیز باید همان دردهای را زندگی کنند که ما زندگی کرده ایم؟ آیا نوه‌های ما نیز باید 100 سال دیگر همین تسلیت ها را برای یکدیگر بنویسند؟ من خسته شدم از تکرار شدن تاریخ. خسته شدم از غم اندر غم. خسته شدم از آن که نسل اندر نسل همان دردها را زندگی می‌کند. من نمی‌خوام فقط امروز را ببینم. من برای 100 سال بعد نگرانم. برای فرزندانی که هنوز به دنیا نیامده. برای آینده‌ای که امروز در حال ساخته شدن است. اما نسل امروز هزاره، دختر و پسر قوم غیوره. من به آینده من ایمان دارم. اگر امید نداشتم امروز با تو سخن نمیگفتم. اگر امید نداشتم از آینده سخن نمیگفتم. و اگر امید نداشتم اندیشه نو هرگز متولد نمیشد. من در میان قوم خود هزاران جوان آگاه، پرتلاش و شایسته میبینم. هزاران پدر و مادر فداکار میبینم. هزاران انسان سالم دلسوز میبینم که به صدا برای ساختن آینده هزاره، آینده نسل ما تلاش میکنم. پس من ناامید نیستم. من امیدوارم، زیرا آینده را هنوز ننوشتم. آینده چیزی نیست که در انتظار ما باشد. آینده چیزی است که ما آن را خواهیم ساخت. شاید نتوانیم همه مشکلات را در یک روز حل کنیم. شاید نتوانیم همه زخم‌های گذشته را درمان کنیم.
اما می توانیم امروز یک تصمیم متفاوت بگیریم. اینکه مسئولانه تر سخن بگوییم، مسئولانه تر انتخاب کنیم و مسئولانه تر زندگی کنیم تا فرزندان ما آینده بهتر از گذشته ما را زندگی کنند. آینده هزاره نه در دست یک انسان بلکه در دستان میلیون ها هزاره است که امروز مسئولانه تر زندگی می کنند. من از شما انتظار ندارم که همه یک عقیده داشته باشیم. من از شما نمیخواهم که همه یک راه را انتخاب کنید. من فقط یک خواهش دارم به عنوان خواهرتان، به عنوان یک عضو کوچک از ملت هزاره. بیایید آینده هزاره را از اختلاف‌های کوچک خود بزرگتر ببینید. هر سخنی که میگوییم مسئولانه باشد. هر قضاوتی که میکنیم مسئولانه باشد. هر عملی که انجام میدهیم مسئولانه باشد. از خود بپرسید آیا این سخن میان دو هزاره محبت میسازد یا نفرت؟ آیا این کار آینده قوم را میسازد یا ویران میکند؟ آیا فرزندان من نیز باید فردا همین رفتار را از من بیاموزند؟ هزاره بودن فقط افتخار کردن بر گذشته نیست. مسئولیت داشتن در برابر آینده است. هزاره بودن فقط گریه کردن بر شهیدان نیست. ساختن نسلی است که دیگر مجبور نباشد بر فرزندانش گریه کند. ما باید حقیقت را بپذیریم. هیچ رهبری، هیچ حزبی و هیچ انسانی بزرگی آینده هزاره را به تنهایی نخواهند ساخت. آینده ما، آینده نسل ما از میلیون ها تصمیم های کوچک ما ساخته خواهند شد. از سخن گفتن ما، از رفتار ما، از انتخاب های ما و از مسئولیتی که امروز میپذیریم. من نه سیاستمدارم، نه رهبرم و نه ادعا میکنم که پاسخ همه مشکلات را میدانم. من فقط یکی از میلیون ها فرزندان این قوم هستم که دیگر نمیخواهد تاریخ بالای ما تکرار شود، که دیگر نمیخواهد فقط نظاره‌گر باشد و باور دارد که اگر امروز مسئولانه تر زندگی کنیم فردا تاریخی دیگر خواهیم نوشت. اگر امروز ما برای آینده هزاره مسئولیت نپذیریم فردا حق نداریم از تاریخ شکایت کنیم. روزی خواهد رسید که فرزندان ما از ما نخواهد پرسید چرا این همه رنج کشیدید، بلکه خواهند پرسید شما چگونه توانستید تاریخ را تغییر دهید. و امیدوارم آن روز با افتخار بگوییم زیرا ما تصمیم گرفتیم متحدتر، آگاهتر و مسئولانه تر زندگی کنیم. من دیگر برای گذشته قومم گریه نمی کنم. من برای آینده قومم تلاش خواهم کرد در حد توانم. ما وارث رنج‌های گذشته بودیم. وارث آینده نباید وارث رنج‌های ما باشد. ما مسئول آینده ایم. باور دارم روزی خواهد رسید که فرزندان ما به جای آن که فقط از رنج‌های ما سخن بگویند، از بیداری، همبستگی و دستاوردهای ما سخن خواهند گفت. ما گذشته را روایت نمی کنیم. ما آینده را می سازیم.